بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. حضرت استاد حیدری کاشانی عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتی الا منه. سلام بر اون درگاه خدا که هیچ کسی به خدا نمیرسه مگر از اون درگاه. سلام و درود بی پایان خداوند رحمان و تمام بندگان صالح خداوند، موحدان جهان نثار مولای ما، آقای ما، تمام اعتبار و دار و ندار ما، تمام افتخار ما، مولامون حضرت بقیت الله العظم روحی فدا و تمام دلدادگانشون در اقصا نقاط جهان. امیدوارم که مجلس و محفل ما مورد عنایات ویژه و نظر شامخ ولایت، هدایت، تربیت، وجاهت و نورانیت امام زمان روحی فدا واقع بشه. در حقیقت دستور به فرمان خداوند رحمان به سلوک مهدوی است که سلوک شما الی الله یک سلوک مهدوی باشه، یعنی در معیت امام، در اطاعت امام، در پیروی و همراهی امامتون باشه. هیچ عاملی باعث نشه که ارتباط شما با ساحت امام معصوم زمانتون حضرت بقیت الله العظم روحی فدا قطع بشه. خب ببینید، وقتی که انسان میخواد قیام الی الله بکنه، مسافر الی الله بشه، مهاجر الی الله بشه، در حقیقت میخواد عبد صالح خدا بشه، تمام دستگاه ابلیس، شیاطین جن و انس رو بسیج میکنه تا رهزنی بکنه دیگه. در حقیقت گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. روز اول که شمشیر رو از رو بست علیه ما آدمیان و فرزندان آدم، گفت بر سر صراط مستقیم تو به کمین می نشینم. صراط مستقیم هر جا در قرآن ذکر شد صراط نبوت، ولایت، امامت و مهدویت از ولاغی. اگر رسانه داعیان الی الله باشه، ما به اون رسانه دل بسپریم، به خدا دل سپردیم و خدا رو داریم پرستش میکنیم. اما رسانه اگر دعوتش دعوت نفسانی باشه، دعوت شیطانی باشه، دعوت تحت سیطره امپراتوری رسانه شیطانی عالم باشه، اون در حقیقت پرستش شیطانه. سجده ما پای محراب شیشه‌ای است که شیطان صفتان عالم دارن دعوت میکنن. دعوت به لذت حرامه، به شهوت حرام، به ثروت حرام، به قدرت حرامه، به آنچه که انسان رو از خدا دور میکنه. اینه که امام جواد علیه السلام میگه اگه شما به کسی گوش دادی، او داره دعوت به خدا میکنه، تو داری خدا پرستی میکنی. اما اگر داره دعوت به سمت غیر خدا میکنه، تو دچار شرک میشی. خب این طاغوت ها 4 نوع طاغوت اصلی رو ما داریم در آموزه های قرآنی که طاغوت های سیاسی هستن که اینها مصداقش فرعون ها، نمرود ها، شداد ابن عاد ها، هامان ها، اینها حکومت رو به دست میگیرن با یک قدرت حکومتی و یک قدرت سیاسی، تمام عالم رو میخوان تسخیر بکنن و تحت سیطره خودشون در بیارن. تمام مراکز قدرت و ثروت عالم رو اینها میخوان تحت سیطره خودشون بگیرن. طاغوت دوم طاغوت اقتصادی است که اینها میخوان در حقیقت ثروت جامعه رو در حقیقت بگیرن برای خودشون، در انحصار خودشون. در این راه هم از هیچ فساد اقتصادی، از اختلاس، از راندخاری، از احتکار، از پایمال کردن حقوق آحاد جامعه دینی کوتاه نمیان. و مخصوصا این طاغوت اقتصادی در متن جامعه دینی یکی از طاغوت‌های بسیار خطرناک میشه که جامعه دینی و توحیدی باید در معیت ولایت، امامت و قرآن و اطرت پشت طاغوت‌های اقتصادی و قارون صفتان اقتصادی رو بتونه بشکنه تا بتونه در سیر الی الله و در اون حرکت جمعی به سمت خدا سرعت بگیره و سبقت بگیره. سوم طاغوت اجتماعی است با پشتوانه‌های رسانه‌ای و هنری که در حقیقت یه مرتبه می‌بینید که از خدا پرستی تا گوساله پرستی یه مرتبه یک فاصله 10 روزه امت موسوی طی میکنه. 70,000 نفر خدا پرست میشن گوساله پرست که اونجا با این حدیث پیامبر بروز شد برای ما که فرمودن هر امتی سامری دارد که سردمدار فتنه های اجتماعی و رسانه‌ای است و هم
گوساله‌ای دارد که حالا اون گوساله پرستی در آخر الزمان میشه رسانه پرستی. ببینید اکثریت مردم عالم در حقیقت پرستششون و سجدهشون پای محراب شیشه‌ایه، پای محراب شیشه‌ای رسانه، نوع آرایش، پوشش، گویش، تمام اینها میبینی که از رسانه گرفته میشه که حالا این رسانه که رسانه های قالب جهانی، رسانه های شیطانی و نفسانی هستن، در حقیقت داره تمام هم و غمش اینه که ربط مردم عالم رو با ساحت ولی الله و بقیت الله قطع بکنه که ارتباطش با ساحت خدا قطع بشه. در نقطه مقابل رسانه های دینی و رسانه های الهی این وظیفه رو دارن که ربط مردم رو با ساحت بقیت الله الاعظم نزدیک بکنن. و طاغوت چهارم که امروز بهش میپردازیم طاغوت فرهنگی است. یعنی قدرت‌های طغیانگر شیطانی میان با فرهنگ سازی‌های مادی، با تمدن مادی و دنیا پرستانه مردم عالم رو به سمت دنیا پرستی پیش میبرن. یعنی فرهنگ میشه یک فرهنگ تمدن مادی، دیگه از نگرش معنوی، عرفانی، الهی، آسمانی، قرآنی خبری نیست. اینه که یه وقتی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت مبعوث شدن، ابلیس زجه‌ای کشید. تمام فرماندهانش از سر تا سر عالم، افارید و فرماندهان اصلیش جمع شدن، گفتن تا به حال این گونه تو رو حیران ندیده بودیم. گفت با رسالت این شخص تمام بساط بتپرستی از عالم جمع خواهد شد. مأموریت دادن به جای بتپرستی دنیا پرستی، مأموریت شیطانی برای تمام شیاطین عالم. در مقابل اون رسالت الهی پیامبر که بساط بتپرستی رو جمع میکنه، شما بساط دنیا پرستی رو. این که میفرماد بتپرستی امت ختمی، امت پیامبر، دنیا پرستی است. دنیا پرستی میشه ثروت پرستی، لذت پرستی، شهوت پرستی، قدرت پرستی، منصب پرستی. تمام دل، ساحت دلش میره به این سمت. ببینید ما در تضاد دو فرهنگ هستیم، یک فرهنگ الهی و یک فرهنگ سرتاسر مادی. فرهنگی رو که غرب و آمریکا، اروپا و آمریکا داره ترویج میکنه با استفاده از رسانه هایی که در اختیار داره، یک فرهنگ دنیا پرستانه است. همه چیز رو در دنیای انسان میگه تو باید به نهایت درجه لذت برسی، به نهایت درجه شهوت برسی، به نهایت درجه ثروت برسی. از آخرت و ابدیت و بی‌نهایت و بهشت الهی و سرمایه گذاری برای درجات بهشتی خبری نیست. می‌بینید اونهایی هم که صاحب ادیانن، یک انحراف‌هایی اومده دیگه، تماماً شده یک تمدن و نگرش سر تا سر مادی، صرفاً مادی. ما طاغوت فرهنگی داریم. سردمدار طاغوت فرهنگی در امت موسوی و حکومت موسوی شخصی است به نام بلعم باعورا. این بلعم باعورا هم کسیه که ربطشو با ساعت نبی خدا برقرار کرده، آنقدر هم خوب پیش آمده که به مقام مستجاب و دعوی رسیده. بعد اول مبلغ دین خدا و کتاب خداست در سرزمین کفر اون موقع که فلسطین و کنعان باشه. یک رسالتی بهش داد حضرت موسی کلیم الله، گفت برو به سرزمین فلسطین و کنعان که اون موقع سرزمین کفر بود، خودت و خانوادت برید اونجا مستقر بشید و دعوت بکنید اینها رو به توحید، به یگانه پرستی، به دین خدا، به نبی خدا. جناب بلعم باعورا با خانوادش بلند شدن، رفتن مستقر شدن در سرزمین کنعان و فلسطین. 2 سال گذشت. در طول این 2 سال پروژه نفوذ دشمن که میخواد فرهنگ مادی و دنیا پرستانه خودش رو تلقین بکنه روی افراد خانواده جناب بلعم باعورا اثر گذاشت. همسر او و فرزندانش اینها تابع اون فرهنگ شدن.
یعنی مبلغ ما بره با خانوادهش مثلا در آمریکا استقرار پیدا بکنه که انتظار داشته باشیم آنقدر قوی باشه که اونها رو به فرهنگ اسلام دعوت کنه، یه مرتبه ببینیم خودش، خانوادهش، هنوز خودش نه، خانوادهش و فرزندانش همه مغلوب اون فرهنگ شدن، غرب زده شدن، آمریکا زده شدن، شهوت زده شدن، دنیا زده شدن. ببین آیین دنیا پرستی، آیین ماده پرستی. این شد که وقتی که 2 سال گذشت و حضرت موسی کلیم الله خبر گرفت، گفت نه کسی اینجا به آیین توحیدی گرایش پیدا نکرده. حضرت از جانب خداوند رحمان مأمور شدن با یک سپاه بسیار مجهز و عریض و طویل. این سپاه حرکت کرد به سمت فلسطین و کنعان. خبر رسید به سران کفر. اینها میدونستن که خانواده بلعم اینها تابع اونها شدن، تابع فرهنگ اونها شدن. آب از لک و لچشون راه افتاده وقتی که اون دنیا پرستی اونها رو دیدن و جلوه های زینت های دنیایی رو. این شد که شروع کردن اومدن سراغ بلعم باورا، گفتن که ما از تو میخواییم که بیایی به ما بپیوندی و به ما یاد بدی که چگونه سپاه موسی رو علی نبینا و علیه و علیه السلام در هم بشکنیم. ابتدا قبول نکرد، گفتن تو به مقام مستجاب الدعوه رسیده، هر دعایی بکنی مستجابه، ما از تو میخواییم بری بالای بلندی دعا بکنی تا سپاه موسی در هم شکسته بشه، ما پیروز بشیم بر سپاه موسی کلیم الله علیه السلام. اول قبول نکرد. اینها اومدن فرزندانش و همسرش رو تأمین کردن، پول دادن، خریدن، رشوه دادن، گفتن شماره حساب بدید، شماره حساب دادن، میلیاردی پول به حسابشون واریز شد. گفتن حالا ما باید چی کار بکنیم؟ گفتن رو مخ پدر باید کار بکنید، این پدر ما نیاز داریم، این میتونه نقاط ضعف و قوت سپاه حضرت موسی رو به ما بده و رمز پیروزی ما بشه و رمز شکست سپاه نبی خدا بشه. اینها پولا رو دریافت کردن، هر شب رو مخ پدر کار کردن، مقاومت کرد، عاقبت باخت. خیلی ها ربطشون با نبی خدا و ولی خدا از طریق یک گرایش به فرهنگ غیر دینی، فرهنگ مادی، فرهنگ دنیا پرستانه ربطشون قطع میشه. خب اینا کسانی بودن که تو دامن حکومت دینی بزرگ شده بودن، معتقد به نبی خدا، دین خدا، کتاب خدا بودن. پدر مبلغ برگزیده تبلیغ دین خداست. یا للعجب، پناه میبریم به خداوند رحمان. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. تازه اینا برگزیدگانی بودن که دیگه میگفتن اینا برن دیگه نمیبازن قافیه رو، اینا باختن. بعد خیلی های دیگه خودشون به فرهنگ غیر دینی و فرهنگ کفر نباختن، اما از طریق فرزندانشون و خانواده هاشون باختن. ما افراد زیادی رو داشتیم در طول انقلاب که جزء ریزش ها شدن، خودشون افراد بسیار خوب و متعهد و معتقدی بودن، اما امان از وقتی که فرزندانشون و خانواده هاشون یه گرایش هایی پیدا کردن، یه مرتبه دیدیم گرایش پدر هم عوض شد. خب ما داریم در رابطه با زبیر سیف الاسلام، امام علی علیه السلام میفرماید که زبیر دمادم و همیشه منا اهل البیت بود، همون مقام سلمان، از ما اهل بیت بود، تا اینکه فرزندش عبدالله ابن زبیر به سن رشد و نمو و بلوغ رسید. فرزند رهزن راه پدر شد، ارتباطش رو با ساحت ولایت و امامت علوی قطع کرد. اینجاست که باید پناه بریم به خداوند. زبیر سیف الاسلام یه مرتبه شمشیر کشیده مقابل امام حق امیرالمؤمنین، اومده در آوردگاه جمل، شده یه ضلع فتنه، از 3 ضلع مسلط شده یه ضلع. بلعم باورا نهایتش چی شد؟ عاقبت امرش چه اتفاقی رو رقم زد برای حکومت موسوی؟ یکی از داستان‌های شگفت‌انگیز قرآنی است که خداوند رحمان در آیه 175 و 176 سوره اعراف، که اگر این 2 آیه هم تلاوت بشه خیلی عالیه. حتما. ببینید حالا اول بریم توی فضای قرآنی تا عاقبت رو
عرض بکنم خدمتون. ببینید بلعم باعوره از عالمان و دانشمندان امت موسوی بوده، از مبلغان برگزیده در امت موسوی بوده، به مقام ولی اللهی رسیده، به مقام مستجاب الدعوه‌ای رسیده، یعنی ربطش رو با ساحت ولی خدا برقرار کرده، خیلی هم خوب مسیر رو طی کرده. اما این که عرض میکنم تا ثانیه آخر، تا لحظه آخر هیچ کداممون از ریزش های دقیقه 90 ایمن نیستیم و اینکه میفرماید که مرتب به خدا پناه ببرید و دعای غریق رو در آخر الزمان فراوان بخونید. خودتون رو یک حالت غرق شده ای که یک لحظه غفلت بکنید غرق میشید، دچار ریزش میشید. میگه مداومت کنید بر دعای غریق. دعای غریق چیه؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعا رو که حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه هم فراوان تاکید میکردن. گفتن مرتب از خدا بخواید ای خدایی که بالا و پایین شدن قلب ها، دگرگونی قلب ها دست توست. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قلب من رو ثابت کن بر دین خودت، استوار بمونم بر دین خودت. ما مضطریم به ارتباط با حجت خدا و ولی خدا. این اضطرار رو اینجا باید درک بکنیم. یک لحظه ارتباطمون قطع بشه غرق شدیم. یه دعای غریق رو مرتب بخونید. توصیه آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه مرتب بگید توی قنوت نمازهاتون در وقت استجابت دعا. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خب شما ببینید بلعم باعوره 175 176 آیه میفرماید الذی آتیناه آیاتنا. او شخصی بود که ما از آیات خودمون به او عطا کرده بودیم، که این آیات رو میگن یکیش علم به تورات و کتاب خدا بوده، عالم به تمام تورات و کتاب خدا بود. بگیم یک مفسر تمام عیار قرآن، یعنی گویا یه عمرشو گذاشته برای انس با کتاب خدا و آیات خدا. و یکی هم فرمودن اسم اعظم الهی به او عنایت شده بود، میدانست. این الذی آتیناه آیاتنا 175 سوره اعراف میفرماید فانسلخ منها، اما خودش رو از آیات ما جدا کرد. فانسلخ، تهی کرد، جدا کرد، این ربط رو با آیات ما قطع کرد. خب ببینید بزرگترین آیه و نشانه خداوند در هر عصر و زمانی نبی خدا یا ولی خداست، یعنی حجت معصوم خدا. میگه که این مشکلش این بود که ارتباطش رو با ساحت نبی خدا، حجت معصوم خدا قطع کرد. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. نتیجه قطع ارتباط ما با ساحت حجت معصوم زمان این میشه که شیطان در پی ما میفته. شیطان به ما طمع میکنه، شیطان به دین ما، ایمان ما، عرفان ما طمع میکنه. مثل یه بچه‌ای که دستشو توی بازار شلوغی از دست بابا کشیده، هی نگاهش رفته دنبال این جلوه های زرق و برق مغازه ها و ویترینا و اینها، دستشو کشیده الان تنها بی سر و سامان، هر کسی هر اراذل و اوباشی بهش طمع میکنه. میگه فاتبعه الشیطان، شیطان در پی او افتاد و کان من الغاوین، او هم از گمراهان شد. اما از کجاش شیطان به او طمع کرد و در پیش افتاد؟ فانسلخ منها، ارتباطش رو با ساحت آیات الهی قطع کرد، یعنی با ساحت نبی خدا، ولی خدا، حجت معصوم خدا. با حضرت موسی ارتباطش رو قطع کرد. یعنی خوب شروع کرده بود اما از یه جایی به بعد مرزبانی نکرد، حفاظت نکرد، حراست نکرد. بعد در ادامه آیات میفرماید ولکنه اخلد الی الارض، نتیجه این شد که چسبید به زمین و جلوه های دنیایی و فرهنگ مادی گرایی و تبع هوا، دنبال خواسته های دلش و هواهای نفسانیش رفت، دنبال شهوات نفسانیش رفت. فمثله کمثل الکلب. خیلی عجیب. میگه اونهایی که اینها پروژه نفوذ دشمن واقع میشن و فرهنگ مادی گرایی دشمن رو میپذیرن، دینشون رو میذارن کنار، دنیا پرست میشن، به زمین میچسبن، هوا پرست میشن، هوا زده میشن، شیطان زده میشن. اینها مثالشون مثال سگیست، یک سگ وحشی که طرفش بری بهت پارس میکنه، پاچتو میگیره، ازش دوری هم بکنی، فرار بکنی، دنبالت میکنه، پاچتو میگیره. خیلی تعبیر توی 176 سوره اعراف عجیبه.
میگه اون کسی که شد دیگه حربه دشمن، بگیم شد شیطان زده، شد هوا زده، شد دنیا زده، فرهنگ غیر الهی حاکم شد بر نگرش های او، روش ها و منش های او. این مانند یه سگی میشه که پاچه میگیره، میگه شما هم باید مثل من بشید، به آزارش به همه میرسه. میگه بلعم با او به اینجا رسید، کار به جایی رسید، این پروژه نفوذ دشمن که این همه حضرت آقا میفرمایند خیلی خطرناکه. بعد میفرمایند نفوذ یعنی یک ایرانی با اندیشه آمریکایی و اروپایی، با نگرش اونها، با روش اونها، با علاقه های اونها که سرتاسر مادی و دنیا پرستانه است، خدا پرستانه نیست، موحدانه نیست، عارفانه نیست، توحیدی نیست، شیطانیه، نفسانیه. پروژه نفوذ کارشو کرد، اول در میان آقازاده ها، بعد از طریق همسر و آزاده ها. بلعم باورا رو یه مرتبه سوار مرکب شده، داره میره بالای بلندی، از این مقامی از مقامات الهی توحیدی تو حکومت دینی به دست آورده، در معیت و ربط با نبی خدا و حجت خدا، بره سوء استفاده بکنه علیه نبی خدا. بعد میگه مرکبش در میانه راه ایستاد، به اذن الله به سخن در آمد. این روایت امام صادق علیه السلام که به کجا چنین شتابان، چی کار داری میکنی، اصلا فکرت ذهنت چگونه، دچار اختلال شده. میگه پیاده شد، آنقدر این مرکب رو زد، میگه مثلا هو که مثلا الکلب، مانند یه سگ وحشی که هر کسی غیر خواسته و انجام بده پاچش رو میگیره. میگه این مرکب رو آنقدر زد تا همونجا کشت این مرکب رو. بعد داره میگه یکی از حیواناتی که بهشتی میشه این مرکب بلعم باوراست، چون به خدا کلام حق رو گذاشت تو کلامش. خواست بهش بگه تو اندازه یک حمار هم نمیفهمی آخه. و در این راه به خاطر کلام حق کشته شد، یکی از حیواناتیه که در بهشت حضور داره. بعد بقیه رو تنها رفت، شروع که از خدا داره میخواد که خدایا من مستجاب الدعوام، موسی و سپاه موسی رو در هم بشکن و کافران رو پیروز کن. میخواست این دعا رو بکنه، زبان چرخون، به اذن الله زبانش ورم کرد، از دهانش زد بیرون، لکنت زبان گرفت، نتونست بیان بکنه، با یک زبان ورم کرده باد کرده اومد پایین. سران کفر و کافران فلسطین و کنعان منتظر بودن پایین. گفتن چی شد؟ گفت من با همون لکنت زبانش با اشاره رسون که من تمام مقاماتمو از دست دادم چون با شما ریختم به هم، حالا باید من رو خیلی هوای منو داشته باشید، قیمت من خیلی بالاست. اشاره کرد، هر چی خواست بهش دادن. بعد میگه با همون لکنت زبان و اینها گفت نقطه ضعف امت موسوی و سپاهی که داره میاد طرف شما من بهتون میگم، نقطه ضعف اینها غریزه جنسی اینهاست. شما زیباترین دختران، زنانتون رو، دخترانتون رو بردارید، دوره های رقاصی، آوازخوانی، جلوه فروشی، دلربایی به اونها یاد بدید، اینها رو بفرستید سر راه سپاه حضرت موسی به عنوان کاسبان دوره‌گرد و هدف ایجاد ارتباط با فرماندهان سپاه موسی باشه، نخبگان جامعه، مدیران جامعه. اینها هدفن، براشون برنامه ریزی میکنه دشمن. مدیران ما، دولت مردان ما مواظب باشید، دشمن برات به همتون مثل یه شطرنج باز ماهر برای همتون برنامه داره. میگه این رو در حرکت 5 کیشمات میکنم، اون یکی رو در حرکت 20 کیشمات میکنم. یه گاهی میگه داره چیکار میکنه، مثلا شطرنج بازار، دیگه گاهی میگه اصلا حرکاتش مفهوم نیست، اما داره تو حرکت 20 داره میخونه که دیگه راه رو برات بسته باشه. مواظب باشیم، با تمام وجود باید به خدا پناه ببریم. کسی مسئولیتی داره، موقعیتی داره، شأنیتی داره در جامعه دینی. اینها اومدن سر راه سپاه حضرت موسی، هدف رو فرماندهان قرار دادن، کار به جایی رسید. یکی از فرماندهان اصلی حضرت موسی کلیم الله دست در جلوی چشم و منظر و مرعای تمام فرماندهان دست یکی از این زنان آلوده رو گرفت،
اومد مقابل نبی خدا با بی‌حیایی تمام، جسارت تمام، گفت گمانم این است که بگویی ارتباط با این زن حرام است در حکم خدا. اگر هم حرام باشه و حکم خدا هم به حرمت باشه، من از او دست بر نمیدارم. جلوی چشم همه او رو برد داخل خیمه و از همین جا اضمحلال و ذلت بعد از عزت امت موسوی آغاز شد، میان فرماندهان دیگه کشانده شد. بعد بلعم باعورا پروژه بعدی گفت حالا زنان آلوده به طاعون و وبا که داره بیماری های مسری هستن، اینها هم اومدن. توی تاریخ مراجعه بفرمایید، بحث رو جمع بکنم، بین 70,000 تا 90,000 نفر در یک قتل عام خاموش در سپاه حضرت موسی کلیم الله در امت موسوی قتل عام شدن با گرا و چراغ سبزی که بلعم باعورا از اینجا داد، نقطه ضعف رو کرد و از خیلی حیف وقتمون تموم شد. حتما هفته بعد یه بار دیگه این ابتدای جلسه هفته بعد این نکات رو اگر صلاح دونستید اشاره‌ای داشته باشیم. یه بلعم باعورا تونست یه امت موسوی رو، یه امتی پیامبر رو مضمحل کن. آقا خیلی ممنونم از لطف آقا، سپاس، بزرگوارید. بهترین دعا همیشه عاقبت به خیریه دیگه. اینا رو هم که میشنویم بیشتر از قبل خدا رو به وجاهت امام زمان قسم میدیم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیرتون هستیم یا علی مدد. آقا خیلی ممنون.